حدیث دیدم رسول خدا به امیرالمومنین فرمود تو هر کاری که نگران هستی این آیه رو بخون. آقا شما موقع دختر شوهر بدین نگرانی این آیه رو بخون، پسر زن بدین نگرانی این آیه رو بخون. روایت امام صادق فرمود فی کل امر تخافه، تو هر چیزی که میترسی، میخوای یه کاسبی را بندازی، اصلا چقدر خوبه هممون یاد بگیریم صبح این آیه رو بخونیم شبم بخونیم، چون خدا به پیغمبرش میگه سوره اسراء آیه 80 قل پیغمبر بگو رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. چه دعاییه، خدا توفیق بده تو همه کارا درست وارد شی. بعضی از همون اول با کلک وارد میشه، تو همون خواستگاری دروغ میگه، تو همون ثبت نام دروغ میگه، تو همون خیلی بده. بعضیا نه اولش خوبن بعد خراب میشن. اخرجنی مخرج صدق، خیلی دعا کنید تو همه کاراتون درست وارد شیم درست خارج شیم. روایت داریم واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، خدا یه سلطان نصیر، یه پشتیبان محکم و یاور به من بده. روایت داریم سلطان نصیر پیغمبر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام.